Today I brought you a book. As you can see, his picture. Who is it? I don't know how to pronounce his name in English, but in my language we call him Vincent van Gogh. Not like this, Vincent van Gogh. Vincent van Gogh. Just like that. And yeah, I don't know what kind of pronunciation and what kind of accent we have to use to call him in English, but I'm going to read just a few pages for you. And yeah, I hope you guys like it. And it's in Farsi, so yeah, probably won't understand anything, but you want to sleep, who cares? Vincent دریافت که معدن کاوان مدرسه نرفتن و بیشترشان سواد خواندن و نوشتن ندارند، اما در این حال باهوش و مستعدند و کارهای دشوار را به زودی فرا میگیرند. شجاع و رکگو هستند و بسیار حساس و زود رنج. همه از تب بیماری سل لاغر و پریر رنگ و کسلند. پوستشان سرد و چروکیده، فقط یک شنبه ها آفتاب را می‌دیدند و با هزاران لکه سیاه بر منفذهای پوستشان. همه چشمان فرو رفته و غمزده ستم برانی را داشتند که قدرت مبارزه و دفاع از حق خود را ندارند. با این همه ونسان آنان را جذاب می‌پنداشت. همه مانند مردم زندرد باطن، ساده دل و خوشخلق بودند. دلزدگی‌اش از محیط و مناظر نیز از میان رفت. دیگر بریناش را شخصیتمند می‌پنداشت و همه چیز آن با او سخن می‌گفت. ونسان چند روز پس از اقامتش نخستین تجمع مذهبی را در انبار به هم ریخته پشت نانوایی دونه‌ای ترتیب داد. نخستین محل را به خوبی تمیز کرد و سپس برای نشستن مردم چندی نیمکت بود. کارگران معدن با خانواده به آنجا آمدند. همه به دوره کردن شاله‌های بلند بسته و برای جلوگیری از سرما و کلاه‌های کوچکی به سر گذاشته بودند. تنها نور محل را یک چراغ نفتی تامین می‌کرد که ونسان آن را به امانت گرفته بود. کارگران در تاریکی روی نیمکت‌های سفت نشستند و چشم به ونسان دوختند که بر کتاب مقدس خمیده و ورقش می‌زد. همه برای گرم شدن دست‌ها را به زیر بغل برده و در سکوت گوش‌ها را تیز کرده بودند. ونسان کوشش صادقانه‌ای به کار می‌بست تا پیامی مناسب برای آغاز آن آیین مذهبی بیابد. سرانجام آیه 9 از باب 16 اعمال رسولان را برگزید. شبی بلوز را رویایی رخ نمود که شخصی از اهل مکادونیه ایستاده و به تو التماس نموده که به مکادونیه آمده تا ما را امداد فرما. دوستان من، تصور کنید که آن مرد اهل مکادونیه کارگر بود. کارگری که خطهای غم و غصه و رنج به صورتش بود. اما همین کارگر به دور از شکوه و جلال نیست، چون که خوراک کلام خداوند است. چون که روح فناناپذیری دارد. آن روح به خوراکی احتیاج دارد که فاضل شدنی نیست و آن خوراک کلام خداوند است. مشیت خداوند بوده که بشر به تقلید از عیسی مسیح زندگی محقرانه‌ای پیش بگیرد و آرزوهای بلند بالا نداشته باشد. باید با پیروی از آموزه‌های انجیل فرودن و ساده دل باشد تا در روز رستاخیز برای رفتن به ملکوت آسمان انتخاب شود و به آرامش نهایی برسد. در آن روستا بیماران زیادی بودند و هر روز مانند پزشکان به راه می‌افتادند و هر چیزی را که مقدورش بود برای آنان می‌برد. کمی شیر، تکه نان، یک جفت جوراب گرم یا پتویی برای انداختن روی تخت خواب، حسب و تب بدخیم که نامش
استبل مدرکه بزرگی را یافت که به راحتی گنجایش 100 تن را داشت. بنای در هم ریخته و غم زده و دور افتاده‌ای بود، اما کارگران پوتیوازمیس آن را پر از وسیله کردند. به سخنان ونسان گوش می‌سپردند که برایشان از داستان بیت‌اللحم و آرامش دنیوی می‌گفت. از آمدنش به بوریناژ بیش از شش هفته نمی‌گذشت، اما آشکارا می‌دید که با گذشت زمان وضع مردم بدتر و به افسردگی‌ها افزوده می‌شود. اما در آن استبل حقیر که با نور چند چراغ نفتی روشن بود و سرما دندانها را به هم می‌زد، ونسان کلام خدا را به دل آن مردم برد و بشارت فرارسیدن ملکوت خداوند را به ایشان داد. اکنون حس می‌کرد که فقط یک اشکال در زندگیش وجود دارد، موضوعی که کمی می‌آزردش. پدرش هنوز کمک مالی به او می‌رساند. هر شب دعا می‌کرد که زمانی برسد که درآمدی داشته باشد و کفاف مخارج ناچیزش را بدهد. هوا برای ناسازگاری گذاشت. ابرهای تیره بر آسمان ناحیه هجوم آورد. باران سیل آزاد فرو ریخت و جاده و جویبار و کف خالی آلونک‌ها را گل آلود کرد. روز سال نو ژان باپتیست به وازمس رفت و در بازگشت نامه‌ای برای ونسان آورد. نامه پیترسن. بر بالای سمت شب پاکت بود. ونسان با اتاقش در زیر دامنه بام دوید. از هیجان به لرزه افتاده بود. باران بر بام شلاق میزد، ولی ونسان نمیشنید. با انگشتان ناکارایش پاکت نامه را باز کرد. چنین خواند: ونسان گرامی، انجمن انجیلیان از کار بی‌نظیر شما اطلاع یافته و در نتیجه 6 ماه مأموریت موقت به شما می‌دهند که از نخستین روز سال نو آغاز می‌شود. اگر تا پایان ماه ژوئن کارهای شما به نیکی پیش برود، مأموریتتان دائمی خواهد شد. در این زمان ماهانه 50 فرانک حقوق به شما پرداخت می‌شود. گاهی به گاه نامه‌ای برایم بنویسید و در اطلاع کارتان بکوشید. دوستدارتان پیترسن. That's all. Thanks for watching and I wish you a good sleep. Goodbye.